بچه آموزش باز کردن کاپوت 206. البته فکر کنین چیز مسخره ایه، ولی باز کردن کاپوت 206 با تکنیک داره. همینجوری نیست که کاپوت بکشی باز بشه. الان بهتون تکنیکش رو یاد میدم. به خاطر اینکه من اینقدر تو گرما هستم یه لایک رو نمیزنی؟ با اینقدر هوا گرمه بزن تو رو خدا. الان هم بهت نشون میدم. خب در مرحله اول در 206 رو باز میکنیم. بعد اینکه درش رو باز کردیم میایم داخلش که من در حال حاضر رفتم داخلش. خب حالا نشون دهنده گرما 48 درجه است. اگه اونجا دقت کنید نمیشه 48 درجه سانتیگراد، اگرم معلوم باشه. خب حالا باز کردنش. اینجا اینو اهرم داره، اینو میبینین؟ اینو بعد اینجوری بکشین. الان قفل در کاپوت باز شد. حالا تکنیک دومش. حالا نگاه بکنین اینجا یکم فاصله افتاد نسبت به اولش، ولی هنوز باز نمیشه. حالا اینو اهرم داره اون زیر، دیدینش؟ اینو بعد بزنی، بعد دیگه کاپوت میاد بالا. این اهرم دقیقاً. برای بستهش چیکار میکنه؟ همینجور که از فاصله 30 سانتی میندازی. الان بسته شد کاپوت. اینا باز هم نمیشه دیگه. این اگه 450 SLX هم دارین، چون 450 SLX جلو پنجرهشون فرق میکنه مثل همین 206ه، ولی مثلا اگه 405 و پارس و اینا دارین اون تو ویدیو بعدی براتون توضیح میدم. دقیقاً یه 405 همونجا روبروی منه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم براتون مفید باشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.